چنجه نیستا، جوجه ترشه. یه جوجه ترش خیلی خوشمزه که امروز با دستور اصیل گیلانی میخوام بهتون یاد بدم. کافیه که سینه های مرغتون رو مکعبی خورد کنین و توی ظرفتون بریزین. اول از همه یه مقدار زعفرون دم شده غلیظ روی مرغا بریزین، بعدم نمک و فلفل و حریره سیر یا سیر سرخ شده مثل من استفاده کنید. سبزی مخصوص جوجه ترشم چوچاقه که من از گیلانا سفارش دادم. بهترین سبزی و خوش‌عطرترین سبزی خشکی بود که تا به حال میدیدم. ربع انارم محصول گیلاناست که ربع اناراشون رو خودشون میپزن. خودتون دارین کیفیت این ربع انار رو میبینین، نگم از خوشمزگیش. هم ربع انار ترش دارن هم شیرین. خلاصه که توی کپشن تگ شده. بعدم یه مقدار آب انار و آب نارنج و گردوی خرد شده و سس مایونز و پیاز خلالی اضافه میکنم. خوب ماساژ میدم، میذارم 2-3 ساعت مزه دار بشه. سیخ‌های چوبی و حداقل از 3-4 ساعت قبل خیس کنید توی آب که بافت گوشتتون رو خشک نکنه. بعدم به سیخ کشیدم. این گمجای قشنگم همون تابه دردار، همین تابه تک دستم گیلانا برام فرستاده که کلی گمج قشنگ دارن. دو طرف جوجه ها رو توی تابه سرخ کردم. توی فریا روی منقلم میتونین درستش کنین. انقدر این کباب آبدار و خوشمزه میشه که محال عاشقش نشید. بفرستش برای دوست جوجه بازت.